بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله در این حلقه ما به شما مسائلی که از مسئله بدعت باقی مانده بود ذکر خواهیم کرد و اولین مسئله که ان شاء الله بیان میکنیم این شبهات مبتدعین است که اهل بدعت با خود شبهه ها دارند. علما میگویند در روی عالم مبتدع و بدعتکار وجود ندارد مگرم این که بر خود دلیل دارد، اما دلیلش از متشابهات است، از متشابهات قرآن و از متشابهات احادیث و اینچنین از متشابهات و از سخنان صحابگان می باشد. چرا که هر یک بدعتکار خودش را حق می داند. هیچ بدعتکاری را تا امروز کسی ندیده است که بگوید که من بدعتکار هستم، چرا که بدعتکار بدعتش را، عملش را همچون بدعت اقرار نمی کند، بلکه همچون شریعت، همچون یک کار خیر و همچون یک بهترین کار اقرار خواهد کرد. اهل بدعت دلیل قویه که دارند، دلیل سخت اونها این سخن عمر بن الخطاب رضی الله عنه می باشد. وقتی که عمر بن الخطاب بعد از وفات رسول الله، بعد از ابو بکر الصدیق عمر رضی الله عنه، عمر الفاروق امیر المؤمنین شدند، صحابگان را همه را به نماز جماعت به یک امام جمع کردند و وقتی که این صفت زیبا را دیدند، وقتی که صحابگان رسول الله را به یک امام جمع دیدند گفتند نعم البدعه، این یک نعمت بدعت است، یعنی کار خوب است. کسان اهل بدعت این جمله عمر رضی الله عنه را دلیل میگیرند، میگویند که عمر رضی الله عنه که بهترین صحابه رسول الله بودند بدعت را اقرار کردند و گفتند که بدعت خوب است و از همین استفاده میکنند. هر چیزی که پیدا کردند و به دین وارد کردند از همین جمله عمر رضی الله عنه به خود استدلال میگیرند. ما میگوییم که سخن عمر رضی الله عنه سخن درست است، قولشان قول خوب و درست است، اما دلیل گرفتن از سخن عمر رضی الله عنه به بدعت این استدلال درست نیست و این غلط است و این باطل است. چه خیلی که علمای اهل سنت و الجماعت این مسئله را بیان کرده اند. امام شاطبی رحمت الله علیه در کتاب الاعتصام این مسئله را بیان می کنند و می گویند آنانی که از سخن عمر رضی الله عنه به بدعتشان دلیل می آرند، استدلال می گیرند، اونها از سنت رسول الله، از موقع سنت و بدعت بیخبرند، اونها جاهلند، نه بدعت را می شناسند نه سنت را می شناسند. چرا که عمر رضی الله عنه در اینجا کلمه بدعت را به معنای لغویش و مجازیش استفاده برده است، نه به معنای شرعی. شما خوب دقت بدهید، ما در اول حلقه پیش گذشته بیان کردیم که بدعت معنای لغوی دارد و معنای شرعی. معنای لغوی به همه چیز استفاده کردن جایز است،
معنای لغوی یک چیزی خوب است، گفتنی گپ است، چیزی ناپیدا شده خوب، اما معنای شرعی مقصدی ما بود. عمر رضی الله عنه در این کلامشان همچون یک معنای لغوی استفاده بردن که عرب اینچنین استفاده می بردن، خیلی که علمای عرب این را میگویند، و اینچنین معنای مجازی این کلمه را استفاده کردند در نزد اون کسانی که مجاز را در زبان عربی جایز میدانند. اینجا سخنی عمر رضی الله عنه معنای مجازی است. پس از این جمله عمر رضی الله عنه هیچ دلیل گرفته نمی شود، یعنی هیچ استدلال گرفته نمی شود، گرچنده که دلیلشان سندش از عمر رضی الله عنه صحیح است، دلیل خوب است، اما استدلال گرفتن وجه استدلالشان ضعیف است، هیچ وجه وجود ندارد. پس در اسلام بدعت خوب وجود ندارد، خیلی که به این اولا عقل دلالت می کند. معلوم است که عقل مصالح دنیوی را از مفاسدش در همه حالت جدا کرده نمیتواند. از اول پیدایش دنیا تا امروز تنها عقل مصلحه و مفسده را جدا نکرده است، چرا که آدم علیه السلام وقتی که به دنیا نازل فرآمدند، الله از جنت بیرونشان کرد، به آدم الله تعلیم داده بود و علم آدم الاسماء کلها، سوره بقره آیه 31. یعنی تعلیمی غیر عقلی بود. زندگی که آدم علیه السلام شروع کردند همه اش با عقل نبود، بلکه الله تعلیم داد که چگونه باید در دنیا زندگی بکنند. پس میراث به من و شما رسید. البته عقل یک حالت خود را دارد، یک رولی خود را دارد، یک حرکت خاص خود را دارد، اما همیشه عقل مستقل نیست. همیشه مصلحه و مفسده را نمیتواند که جدا بکند. در مسائل دنیوی چی برسد در مسائل دینی، در مسائل دینی 100% عقل مسائل عبادت را جدا کرده نمیتواند. حل و فصل مسائل دینی که تعلق به غیبیات دارد، تعلق به عبادت دارد که الله و رسولش مصدر این عبادت ها هستند، شارع هستند، عقل به اونجا دخالت کرده نمیتواند. این دلیل اولی ما بود. این سخنی که گفتم رد به فلاسف و اهل کلام می باشد که اونها در همه حالت عقل را اولین درجه می گذارند. فلاسفین و منطقین الکلامیین اونها علم را در کلام می بینند و حتی تمام قرآن و تمام احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را، تمام آیات های قرآن را نیز با عقل می سنجند، با عقل معنی داد می کنند که این یک خطری بزرگ است، این یک مذموم است، کاری بد است که به جهالت و گمراهی می برد. پس بعضی چیزهایی که به عقلشان از غیبیات نمی گنجد اون را انکار می کنند، به مثل عذاب قبر، سؤال منکر و نکیر و این چنین چیزهای دیگری که از غیبیات است، اونها اصلا اعتقاد ندارند، به سبب اینکه شبهه های زیاده دارند. و دلیل دوم عقلی این است که شریعت ما کامل آمده است، شریعت ما کامل شده است و هر کسی که میگوید که شریعت کامل نیست، چیزی بر این زیاد کردن همچون یک عبادت، همچون یک شارع جایز است، این از نظر عقل هم ناممکن است و بد است. الله رب العزة والجلال در قرآن میگوید اليوم اکملت لكم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لكم الاسلام دینا، سوره مائده آیه 3. یعنی من امروز دینتون را بر شما کامل کردم. این آیت را الله بر رسول الله نازل کرد. پیش از اینکه رسول الله وفات کنند این آیت نازل شد. پس دلالت میکند که دین ما در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کامل شده است و هیچ کسی حق ندارد که بر این دین بدعت را وارد بکند. اما سوال به وجود می آید که آیا بدعت حسنه شده می تواند، یعنی بدعت خوب و بدعت بد؟ این مسئله را ما
بیان کردیم که گفتیم همه بدعت زلالت و گمراهی است. بدعت به بدعت حسنه و بدعت جدا نخواهد شد و نشوده است و نمی شود. خیلی که امام مالک رحمت الله علیه، مالک ابن انس، امام دار الحجره و امام مذهب مالکیین که امام مالک هستند، میگویند من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراها حسنه فقد زعم ان محمدا صلی الله علیه وسلم خان الرساله لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. خوب دقت بهید به گفته امام مالک رحمت الله علیه که میگویند هر کسی که در اسلام بدعتی را به وجود بیاورد و این بدعت را گمان کند که بدعتی حسنه است، اعتقاد کند که این بدعت حسنه است، به تحقیق رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را اعتقاد کرده است که به رسالت خیانت کرده اند، به تحقیق قصد کرده است که محمد صلی الله علیه و سلم به رسالت خیانت کرده اند. چرا که الله میگوید من امروز دینم را به شما کامل کردم. پس هر چیزی که در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دین نبود در امروز دین نخواهد شد. از سخن امام مالک رحمت الله علیه گرفته می شود که بدعت هیچگاه حسنه نیست، بدعت حسنه نمی شود، بدعت حسنه وجود ندارد. هر کسی که میگوید که بدعت حسنه هست، بدعت حسنه هم وجود دارد، همون انسان به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تهمت خیانت زده است، گویا که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یا خیانتکار بیان کرده است. پس این مسئله خطرناک است. از این مسئله باید با خبر شد. اما کسانی که بدعت را همچون یک مصلحه یا که گویا که به دین یک چیزی بدعت در آوردن، در مسائل دعوت خوب است، در این مسائل خوب است، با این راه دعوت میکنیم، با این راه دیگر کار میکنیم، گویا میدارند، اونها غلط میکنند. خیلی که صحابگان میگویند لا يصلح هذه الامه الا بما صلح اولها لا يصلح آخر هذه الامه، یعنی آخر این امت صالح و درست نخواهد شد مگرم به آن چیزی که اول این امت به همان چیز درست و صالح شدند. اول امت به چی چیز درست شدند، صالح شدند، بهترین انسان شدند؟ به قرآن و سنت. پس آخر این امت هم صلاحیتشان، بهبودیشان در قرآن و سنت است. غیر از این در همه راه، غیر از راه قرآن و سنت، این ضلالت و گمراهی و خرافات است. انسان مبتدع و بدعتکار گرچنده که با زبانش نمیگوید که رسول الله خیانت کرده اند، گرچنده که با زبانش این سخن را نمیگوید، اما فعلش و عملش بیان میکند که میگوید دین کامل نیست، چرا که اون عملی نوعی را به دین داخل کرده ایستاده است و فعل یک بیانیه را دارد، عملش بیان میکند. و دلیل سوم عقلی اینچنین این است که انسان مبتدع از نظر عقل هم اگر نگاه بکنید همچون یک دشمن دین حساب می شود. مثلا الله رب العزت و الجلال شارع و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک مطلب را طلب کرده اند به یک راه خاص، به یک نمود خاص، اما بنده اش این را تغییر می دهد، امر الله را دیگر می کند، از نهی رسول الله بیرون می شود و شریعت را تعدیل می کند و تمام این اوامر الله را به یک طرف می گذارد، از پیش خودش راه نوی را به وجود می آورد. پس این معاند دین به حساب می رود. باید دانید که تمامی کسانی که بدعت کار هستند عقلا
دیده می شود اینچنین نقلا هم که اونها تابع هوا و هوس خود رفتند، تابع هوا و هوس خود شده اند. پس چرا؟ برای آنکه وقتی که ما میگوییم که عقل شریعت را دیگر کرده نمیتواند، عقل هیچ مجال به تغییر شریعت ندارد، پس کسانی که چیزهای نوی را به شریعت به وجود می آورند، پس اونها تابع هوا و خواستار و شهوانی و نفسانی زلالتی خود شده اند. چخیلی که الله رب العزة والجلال می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. سوره صاد آیه 26. الله در این آیت وجه استدلال این است که داوود علیه السلام را باز می دارد، نهی می کند، من می کند که تابع هوس و هوا بشود. پس تمام احکام در زیر دو چیز است که سیومین این چیز وجود ندارد: تابع شدن به حق یا تابع شدن به هوا. کسانی که به حق تابع می شوند اونها نجات یافتند، کسانی که به حق تابع نمی شوند از حق دوری می جویند، حق را فهمیدن نمی خواهند و نفهمیدند، اونها بیشک تابع هوای خود شده اند و هوا و هوس خود را اولین درجه گذاشته اند، برای آنکه سومین چیز وجود ندارد. یا حق است یا هوا است، یا حق را متابعت میکنید یا که از هوای خود، از نفس خود متابعت میکنید. راه سومین وجود ندارد. هر مخالفت سنت این متابعت هواست، هر مخالفت هوا و هوا و هوس شدن این موافقت سنت است. هر کسی که مخالف سنت می براید اگر خوب دقت بدهید، درست به اون سخنش نظر بکنید، اون در این مخالف برآمدن سنت در زیر این هوای خود را پیش می برد، هوای خود را مقدم می داند. پس هواپرستان هستند که سنت را رد می کنند و اکثر اهل بدعت اونها هواپرستان هستند، اونانی که نفس خود را، مسائلی خواسته خود را از سنت و از گفته علما پیش می گیرند. در دیگر آیات نیز الله رب العزة والجلال میگه: ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه. سوره کهف آیه 28. فجعل الامر محصورا بین امرین: اتباع الذکر و اتباع الهوى. الله در این آیات امر را محصور در بین دو چیز قرار داد: تابع شدن ذکر یعنی تابع شدن حق و قرآن و سنت و تابع شدن هوا. یا به قرآن و سنت تابع می شوید یا که خود به خود شما متابعت هوا کرده اید، گرچه که شما رد می کنید اما این دلالت می کند که رد کردن قرآن و سنت این پیرو شدن از هوا و هوس است. پس تمام هوا و هوس که مخالف سنت و قرآن می آید مذموم است و الله در قرآن وقتی که هوا را ذکر می کند، هوا یعنی هوا و هوس را فقط در حالت مذموم و بدیش ذکر کرده است. این دلیل عقلی بود. و دلیل نقلی از شریعت اولا از قرآن می گیریم که الله رب العزة والجلال به ذم بدعت در قرآن بیان کرده است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: هو الذی انزل عليك الكتاب منه آیات محکمات. یعنی الله ذاتی است که بر تو ای محمد صلی الله علیه و سلم و به امتت کتابی را نازل کرده است که آیاتش محکمات است. محکم یعنی دلالت واضح و روشن دارد. هن ام الكتاب و اخر متشابهات. یعنی محکمات، آیات محکم که واضح است، روشن است، این را چه گفته می شود؟ ام الکتاب گفته می شود. و اما این چنین دومین قسم آیات ها را نازل کرده است. قسم دومی متشابه است که معنیش مجمل است، به دو معنی فهمیدنش ممکن است.
که فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تأويله. آنانی که گمراه شده‌اند، آنانی که در دلشان زیغ است، فتنه هست و گمراهی هست، اونها آیات‌های محکم و واضح و آشکار را به یک طرف میگذارند، بلکه متابعت از آیات‌های متشابه میشوند به خاطر فتنه کردن، به خاطر تعویلی فسادشان، و به همین راه گمراه میشوند. چرا که تعویل آیات‌های متشابه را غیر از الله و رسولش کسی نمیداند و کسی بیان نکرده است. برای همین است که علمای اهل سنت و الجماعت تمام آیات‌های متشابه را با آیات‌های محکم تفسیر می‌تیند. شرح آیات المتشابه به آیات المحکمات. و اینچنین انسان‌های مؤمن واقعی، اونانی که علما هستند، میگویند آمنا کل من عند ربنا، ما به همش، هم محکم و متشابهش ایمان میبریم، همش از نزد الله، همان الله رب العزة والجلال می باشد. پس این آیت دلالت می کند که بدعت یک عملی بد است. بدعت این یک چیزی متشابه است، چیزی واضح و روشن نیست، و بدعت را انسان‌هایی که انجام میدهند از آیات‌های متشابه به خود دلیل و استدلال میگیرند. و اینچنین الله رب العزة والجلال در سوره انعام آیت 153 باز بیان میکند که وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. و البته این راه من راه مستقیم است. ابن القیم جوزی در کتاب دیگرش مدارج السالکین وقتی که راه مستقیم را شرح میدهند بیان میکنند که در تفسیر سوره فاتحه مستقیم ای طریق واحد، راه مستقیم راه یگانه است، راه قرآن و سنت است، دیگر راه راست نیست، تنها راه راست یگانه راه پیروی از قرآن و سنت است. پس به این راه الله میگوید فتبعوه، متابعت کنید، پیروی بکنید، ولا تتبعوا السبل، براهای غیر از این راه، براهچه هایی که در اطراف این راه هست شما متابعت نکنید که شما را از دینتان بیرون میکند، شما را به تفرق می اندازد و از راه راست بیرونتان میکند. پس این آیت دلالت میکند که راه یگانه راه پیروی قرآن و سنت است. غیر از این راه تمام عملهای نو پیدا شده در عبادت و در دین این گمراهی و ضلالت است. و تمام اکثر صحابگان مفسرین گفتند این آیت دلالت میکند که بدعت و نو پیدا شدگانی عملهای نو پیدا شده بعد از وفات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در دین این بدعت است. پس باید پرهیز بکنیم. و اینچنین الله رب العزة والجلال در سوره انعام آیت 159 میفرماید ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. البته آنانی که فرقوا دینهم، در دینشان تفرق کرده اند و اختیار تفرقی را کرده اند، و کانوا شیعا و متفرق شده اند، فرقه ها را به وجود آوردند، لست منهم فی شیء. پس علما در تفسیر این آیت میگویند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند هم ان الذين فرقوا دینهم و كانوا شیعا، آنانی که تفرق در دینشان کرده اند و از متفرقین شدند، اونها کسانی هستند که صاحبان هوا و صاحبان بدعت و صاحبان گمراهی و ضلالت از این امت. پس بدعت
این عملی مذمت کرده شده است و بدعت سبب تمام تفریقه، سبب تمام فتنه، سبب تمام بلا و آفت در این دنیا در بین امت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. امروز کسانی که به حق دعوت کرده می شوند اونها را تهمت به تفریقه می کنند، میگویند که شما فتنه کرده ایستادید. اما از گفته های الله و رسول الله علما و مفسرین بیان می کنند که سرکرده تفرق و سرکرده گمراهی و سرچشمه تمام خرافات و ضلالت و فتنه و تفرق این بدعتکاران می باشند، صاحبان بدعت می باشند که به سبب یک بدعتشان چقدر مصیبت را در بین امت محمد صلی الله علیه و سلم پهن می کنند، اما بیخبرند، چرا که اونها گمان می کنند که کار خوب کرده ایستادند. پس نجات من و شما، هدایت من و شما در متابعت حق است و در رد کردن تمام نوع بدعت است، خواه کوچک باشد خواه بزرگ. و اینچنین الله رب العزت و الجلال و رسول اکرم و علما اینچنین در تفسیر این آیت ها بیان می کنند که یکی از صفات های مبتدعان این بعضی از آیات و احادیث را گرفتن و بیان کردن و بعضی دیگرش را رد کردن می باشد. چه که این صفت در همه مبتدعین وجود دارد. مثلا در خوارج، حواریین این بود که اونها این الحکم الا لله این آیت را می گرفتند. البته حکم صاحبش الله هست، غیر از الله هیچ کسی صاحب حکم نیست می گفتند. و آیت دوم که از سوره مائده هست، آیت 95، یحکم به ذو عدل منکم، اینا قبول نمی کردند. پس این بیان برای ذم بدعت از آیات های قرآن بود که خیلی هم آیات ها زیاد است، اما به ما وقت اجازت نمیدهد که همه اونها را بیان بکنیم و مهمش این است که ما از همش 3 یا 4 دلیل را اختیار خواهیم کرد. و از سنت، دلیل از سنت برای ذم بدعت این چنین خیلی هم زیاد است. حصر کردن و جمع کردن این مشکل است، چرا که خیلی هم زیاد است، اما ما بعضی از اونها را بیان خواهیم کرد. دلیل اول خیلی که در درس های گذشته بیان کرده بودیم، اصل رد بدعت این حدیث عایشه رضی الله عنها می باشد که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت می کنند: من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هر کسی که عملی نوی را به امر ما، به کار ما به وجود آورد در حالتی که این از امر ما نبود، موافق کار ما نبود، پس رد است، ای مردود است. در روایت مسلم آمده است. و اینچنین میگویند رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این حدیثی که بیان کرده متفق علیه است و روایت مسلمین است که میگویند من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد. هر کسی که عملی را به وجود آورد که موافق عمل رسول الله و صحابگان نبود، پس وی عمل حال نیست، رد است، به کدام خاطر به وجود آمده باشد فرقی ندارد. برای همین است که علما این حدیث را چه خیلی که بیان کردیم ثلث الاسلام گفتند، یعنی 3/1 اسلام است. و اینچنین در مسلم روایت شده است که جابر رضی الله عنه، جابر ابن عبدالله رضی الله عنه از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت میکنند که رسول الله در خطبه اشان همیشه میگفتند و همیشه بدعت را مذمت میکردند و میگفتند و شر الامور محدثاتها، و بدترین چیز در دین چیزهای نو پیدا شده که اصل در دین وجود ندارد. و کل بدعت ضلاله، و تمام بدعت تمام نبودش ضلالت است. بدعت حسنه و غیر حسنه وجود ندارد، همه بدعت ضلالت است. پس اینچنین از ابی هریره رضی الله عنه روایت شده است در حدیث صحیح که در امام مسلم این کتابشون این حدیث را ذکر میکنند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند من دعا الی الهدى، هر کسی که به سوی هدایت مردم را، کسی را دعوت میکند، کان له من الاجر مثل اجور من یتبع لا ينقص ذلك من اجورهم شیئا، پس اجر میگیرد از همون کسی که دعوت شده است به خود به دعوت این، اجری دعوت شده را این میگیرد
به یگان کمبودی و نقصان. و اینچنین هر کسی که کسی را به گمراهی و ضلالت دعوت میکند، اگر انسان گمراه شود، این دعوت کننده از این گمراه شده گناهش همیشه گرفته می شود به یگان نقصان و کمبودی. پس انسان هایی که بدعت را انجام می دهند، به بدعت دعوت می کنند، هر روز اون دعوت شدگان عملی بدعت را وقتی که انجام می دهند، به این دعوت کننده و دعوت کرده از این بدعت اونها گناهش آمده می ایستد. پس بدعت یک کاری بد است، مذمت است. خصوصا داعیان بدعت، اونهایی که به بدعت دعوت میکنند، سرچشمه بدعت هستند، اونها خیلی هم حالی بد در این دنیا و آخرت دارند. و اینچنین حدیث دیگری که ما به پیش این حدیث را به شما در حلقه های گذشته بیان کرده بودیم و حکم صحتش را هم گفته بودیم که حدیث صحیح است. پیامبر صلی الله علیه و سلم صحابگان را به تقوا دعوت میکنند و اونها را به امر الله و به امر رسول الله دعوت میکنند و میگویند که فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، من شما را دعوت به سنت خودم و سنت خلفای راشدین میکنم، مهدیین میکنم و این سنت را سخت بگیرید و از نویگری ها بر این سنت دور بشوید و شما را من میکنم که چیزهای نوی را به وجود بیاورید، چرا که هر چیزی نو پیدا شده بدعت است و همه بدعت ضلاله هست. پس این حدیث هم دلالت میکند که بدعت امر بد است. این چنین حدیث های دیگر از حذیفه رضی الله عنه دلالت میکند که بدعت بدترین عمل و سبب گمراهی است و الله رب العزت و الجلال و رسول الله از همه گناه ها بعد از شرک گناه بد را بدعت اعلان کرده است و بدعت را ضلالت اعلان کرده است. گناه و گناهچه هایی که هست که به سبب کمبودی انسان، به سبب نسیان، فراموشی یا چیز دیگر میآید، اینها معفو است. یا گناه های دیگر، اینها ضلالت نیست، اما بدعت ضلالت است. بدعت را ضلالت اعلان کرده اند. حتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آنهایی که بدعتکار را کمک میکند یا دعوت کننده بدعت را طرفداری میکند و از اون پیرو میشود لعنت کردند. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح میگویند المدینه حرم ما بین العیر الى الثور من احدث فيها حدثا او آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعین لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. حدیث صحیح در بخاری آمده است و مسلم در باب حج چنین چی میکنند؟ این حدیث را روایت میکنند که پیامبر میگویند مدینه جای حرم است، یعنی در مدینه هم احکام حرمی که در مکه ذکر کرده بودیم بیان میشود. در بین دو کوه مدینه وجود دارد، بین کوه ثور و بین کوه عیر، در بین این مدینه وجود دارد. این مدینه شهر حرام است، در اینجا هم احکام مکه به وجود می آید. پیامبر میگن هر کسی که در این بدعت را به وجود آورد در این شهر یا مبتدع را جای داد و طرفداری کرد و کمکش کرد، پس لعنت خدا و ملائکه و تمام مردم بر وی باد. الله از وی در روز قیامت نه عدلش را نه عبادتش را هیچ چیزش را قبول نخواهد کرد. علما در تفسیر این حدیث میگویند که این حدیث نه فقط به شهر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بلکه به تمام مبتدعان روی دنیا دلالت خواهد کرد. خیلی که امام مالک رحمت الله علیه در موطأ ذکر میکنند في المسألة تأتي في موضعها بحول الله، ان شاء الله در مکانش بیان میکنیم. لیکن امام مالک رحمت الله علیه میگویند و هو وان كان مختصا بالمدینه فغيرها ايضا يدخل في المعنى. امام مالک در شرح این حدیث میگن که گرچند که این حدیث مختص لعنت الله و ملائکه و تمام مردم به مبتدع در مدینه شده است، مختص مدینه است، لیکن به تمام مبتدعانی که غیر از مدینه هستند دلالت میکند. پس الله و رسولش مبتدعان را لعنت کرده است و آنانی که طرفدار و مبتدع هستند، مبتدع را دستگیری میکنند، این چنین اونها لعنت کرده شده هستند. اعوذ بالله من ذلك. و این چنین حدیث های دیگر خیلی هم زیاد است که در مسلم و بخاری و دیگر کتاب های حدیث ذکر شده است که دلالت به بدی و مذمت بدعت است. حتی آشکار آمده است که میگویند ولو ترکتم سنت نبیکم لضللتم. این حدیث عن ابی مسعود رضی الله عنه روایت است در مسلم.
یعنی لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم، اگر یک سنتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را ترک کردید شما گمراه خواهید شد. در بعضی از دیگر روایت ها آمده است ولو ترکتم سنت نبیکم لکفرتم. این یعنی سخت‌تر از تحذیر، یعنی خیلی هم تحذیری سخت است از ترک کردن سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و از پیرو شدن به بدعت. و اینچنین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند که در حدیث صحیح در روایت مسلم است که میگویند انی تارک فیکم ثقلین، من بر شما دو چیز را ترک کردم که اولش این کتاب الله است و در بعض روایت ها سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دومین چیز است. یعنی هدایت من و شما در قرآن و سنت است. پنجون حدیث دیگری آمده است که ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند سيكون في أمتي دجالون كذابون يأتونكم ببدع من الحديث لم تسمعوا أنتم ولا آباؤهم فإياهم لا يفتننكم. حدیث در صحیح احمد، در مسند احمد و مسلم در مقدمه ذکر شده است. حدیث صحیح است که علما حکم حدیث را صحیح می‌دهند. یعنی زود است که در امت من دجالان، دروغگویان، آنانی که با سخنان بدعت می آیند، وقتی که اونها را شنیدید شما به اونها فریفته نشوید، چرا که اونها یک بدعتکاران هستند. و اینچنین در مسند احمد رحمه الله حدیث آمده است که حدیث را علما صحیح میدانند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند که فمن اقتدى بی فهو منی، هر کسی که به من اقتدا میکند از من است، یعنی از پیروان من است. و من رغب عن سنتی فلیس منی، و هر کسی که از سنت من دست میکشد از من نیست. پس این به تحذیر از بدعت میکند، دلالت میکند که انسان ها باید از بدعت دور بشوند. و دلیل سوم ما یعنی از قول علما است. ما به شما عقلا و از آیات قرآن از احادیث بیان کردیم که بدعت کاری بد است، مذموم است. و اینچنین از علمای امت از صحابگان و تابعین به شما بیان خواهیم کرد که بدعت این یک عملی ذم شده و بد کرده شده است و اهل بدعت اینها اهل مذموم هستند. از اکثر صحابگان روایت شده است که اونها مردم را به پیروی از قرآن و سنت دعوت میکردند و از بدعت و خرافات تحذیرشان میکردند. به مانند عمر رضی الله عنه که عمر میگند رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را در همه چیز پیرو خواهیم شد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رجم کرد، رجم میکنیم و اینچنین تا آخرش، که این دلالت میکند که همه کار را اونها پیرو از رسول الله میشدند و چیزی نوی را به این وارد نمیکردند. و اینچنین حذیفه رضی الله عنه در صحیح آمده است که در صحیح بخاری آمده است که یا معشر الفقراء یا معشر القراء استقیموا فقد سبقتم سبقا بعیدا، یعنی امر به استقامت در دین میکردند و میگفتند ولئن اخذتم یمینا و شمالا لقد ضللتم ضلالا بعیدا. و اگر شما مستقیم نباشید، در راه راست نباشید، چپ و راست به هر طرف، به هر عقیده و به هر گفتار وارد شده استید، شما گمراهی خیلی هم گمراهی سخت و بد خواهید شد. پس این دلالت میکند که بدعت این گمراهی است و اهل بدعت اونها گمراهان هستند. و ابن مسعود میگفتند که رضی الله عنه اتبعوا آثارنا، پیرو به اثرهای ما بکنید، ولا تبتدعوا، و بدعت را بر دین انجام ندهید که دین کامل است و در همه مسائل سخن کرده است و کافی است. خیلی که این روایت را دارمی در مقدمهشان از ابن مسعود رضی الله عنه موقوف ذکر کرده اند. و اینچنین ابن مسعود رضی الله عنه میگویند لیس عام الا والذی بعده شر منه، نیست سال مگرم آن سالی که بعد از این سال می آید بدتر است. یعنی هر سالی که آمده می ایستد از رسول الله دور می شود، هر سال بدتر شده می برود. چرا که
ذهاب علمائكم وخياركم ثم يحدث قوم يقيسون الامور بآرائهم فيهدم الاسلام. میگویند یعنی در این سالهایی که میگذرد علمای شما از بین میروند، وفات میکنند، بهترین امت وفات میکنند. پس یک قوم میآیند که با فکر و اندیشه اشان بر رأیشان قیاس ها میکنند و مسائل را نه از قرآن و سنت بلکه از فکر و تفکر خود میگیرند و با این اسلام را به هدم و شکست میبرند، که این روایت را هم دارمی در مقدمه‌شان موقوف از ابن مسعود رضی الله عنه ذکر کردند. و اینچنین ابن مسعود رضی الله عنه میگویند القصد فی السنه خیر من الاجتهاد فی البدعه. توجه کردن، راسپار شدن با سنت بهتر از اجتهاد کردن در بدعت است. خیلی که این را در مستدرک حاکم ذکر میکنند و طبرانی هم ذکر میکنند در کبیرشون، لیکن علما این روایت را ضعیف میدونند. لیکن عموما این قولی درست است، خیلی که از دیگر علما بیان شده است. و اینچنین معنای این سخن عبدالله ابن مسعود در حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مرفوع ذکر شده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند عمل قلیل فی السنه، یک کاری کم در سنت، یک عملی کمی سنت را بجا آوردن بهتر از عملی بسیاری که در بدعت است. عملی بسیار بدعت را انجام ندهید، بلکه یک عملی کوچک باشد هم سنت باشد، این بهتر است و خوبتر است. خیلی که این روایت را عبدالرزاق در مصنفشان ذکر میکنند که علما صحیح کردند. پس اینچنین قاسم ابن اصبع اخراج میکنند که حدیثی که حدیث البته ضعیف است لیکن بعضی از علما صحیح میکنند، دلالت میکرد که از همه عذاب سخت در روز قیامت به گمراهان است، آن گمراهانی که مردم را به بدعت و جهالت میکشیدند. و عمر رضی الله عنه میگویند و اینچنین از عمر رضی الله عنه روایت است که میگویند صلاة السفری رکعتان من خالف السنة ضلل. در دیگر روایت کفر آمده است، یعنی که نمازی که در مسافرت خوانده می شود 2 رکعت است و هر کسی که مخالف سنت برآمد گمراه خواهد شد، که این را عمر ابن الخطاب رضی الله عنه میگویند. حسن بصری یکی از بزرگترین تابعین همیشه میگفتند که لا تجالس صاحب بدعة فانه یمرض قلبك. با صاحب بدعت هم نشینی نکن که البته صاحب بدعت قلب تو را به مریضی، به کسلی گرفتار خواهد کرد. چهلی که در شعب الایمان بیهقی این روایت را ذکر میکنند. و یحیی ابن ابی کثیر میگویند که اذا لقیت صاحب بدعة فی طریق فخذ فی طریق آخر. اگر در یک راه رفته ایستاده بودی که صاحب بدعت را دیدی، راحت را دیگر کن، اون راه را اختیار کن که دیگر راه باشد که در اون مبتدعین نباشند. یعنی اونها مقصد از این سخنها این است که علما خیلی هم صاحب بدعت را مذمت کرده اند و بدی اونها را بیان کرده اند. پس همه این گفته ها دلالت می کند که بدعت عملی بد است. بدعت را کسی خوب نگفته است مگرم غالی ها، مگرم جاهلان، آنانی که از نعمت قرآن و سنت دور شده اند. و تمام بلا و تمام آفت و مصیبتی که به سر امت محمد صلی الله علیه و سلم آمده است این از بدعت است. تمام فرقه هایی که 73 فرقه چخیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان میکنند که 72 فرقه اون گمراه است که داخل دوزخ می شود و یک فرقه اون نجات یافته است، همه این از سبب بدعت بود. خوارج و این همه مرجئه و رافضه و غلات از سبب بدعت به وجود آمده اند.
پس ان شاء الله ما از الله دعا میکنیم که ما را از بدعت دور بکند. و یکی از ان شاء الله صفات‌های مبتدعین را به شما بیان خواهیم کرد که از اینچنین اهل بدعی که امروز مشاهده کرده می شود یک صفت دارند که این صفتشان این است که اونها یک شیخ خاصی را قبول می کنند و به گفته این شیخ در همه حالت می روند و این شیخ را همچون امام خود می گیرند و کسانی که به این امامشان مخالف برآمد اون را مخالف می دانند. کسی که به این شیخشان دوستی کرد اون انسان را دوستی می کنند و موالات می کنند، گرچنده که شیخشان از سنت بیرون باشد. اونها تعصب شیخ دارند. این هم بدعت است، خیلی که شیخ الاسلام رحمت الله علیه این مسئله را بیان کرده اند. و اکثری از مردم در این زمان سخن حق را به انسانها میفهمد حق است یا نیست. سخن حق را به اقوال مردان انسانها وزن میگیرد، بر میکشد. وقتی که سخن به سخن عالمش راست نآمد، وقتی که سخن به سخن امامش راست نآمد قبول نمی کند، گرچنده که این سخن حق باشد. و علی رضی الله عنه میگویند که اعرف الحق تعرف اهله، حق را بشناس اهل حق را خواهی شناخت. خواهی که اهل حق را بشناسی اول حق را بشناس، بعد از این اهل حق را خواهی شناخت. فإن الحق لا يعرف بالرجال، البته حق با مردم با مردها شناخته نمی شود، بلکه مردها با حق شناخته خواهند شد. و انما الحق يعرف و انما الرجال يعرفون بالحق. و هر کسی که یک شیخ را یک عالم را در همه حالت پیروی می کند، در همه آن چیزی که پیروی می کند، در همه آن کاری که می کند این شیخ به این پیروی می کند و دوستداران شیخ را دوست می دارد و بدبینان شیخ را بد می بیند و مخالف اونها می براید غیر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، پس این انسان مبتدع هست، ضال هست، خارج و بیرون شده از کتاب سنت است. یعنی غیر از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کسی را مطلق پیروی کردن جایز نیست. حتی علما را مطلق در همه گفته هایشان پیرو شدن جایز نیست، چرا که علما هم انسان بودند، شاید بعضی مسائل خطا دارند. خیلی که امام مالک رحمت الله علیه میگویند کل قول یؤخذ و یرد الا صاحب هذا القبر، تمام سخن گرفته می شود و رد کرده می شود مگرم صاحب این قبر، یعنی قبر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را اشاره کردند. غیر از رسول اکرم دیگر کسی سخنش 100% در همه حالت قبول نیست. و هر کسی که سخن کسی را در همه حالت قبول می کند و از اون پیروی می کند این یک نوع بدعت و ضلالت است. و این قاعده که بیان کردیم اصل جدا کننده بین اهل سنت و الجماعت و بین اهل بدعت است. اهل سنت و الجماعت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را در همه حال مطلق امامشان می حسابند، امام مطلق در همه حالت، و در همه حالت به پیامبر صلی الله علیه و سلم در همه کارشان و در همه حالت متابعت می کنند و رسول الله را دوست می دارند و اون کسانی که رسول الله را دوست داشته است دوست می دارند و اون کسانی که رسول الله را بد دیده است بد می بینند و سخن رسول الله و سخن الله را اولین درجه می حسابند. و اما به اهل بدعت اونانی هستند که به خودشان یک امام معینی را می گیرند و پیروی این امامشان می شوند و گفته های الله و رسول الله را به امامشان قیاس می کنند. اگر موافق امامشان آمد قبول می کنند و در غیر این حالت قبول نمی کنند. یا به خودشان یک منهج و راهی را درست می کنند که هر کسی که با این منهج اونها رفت، با راه اونها رفت، این هدایت شده و این خوب
از نظر اونها حساب می شود و با این راهی ساخته اشان، منهج ساخته اشان دوستی می کنند. هر کسی که منهج اینها را، راه اینها را قبول کرد اون را دوست می حسابند و هر کسی که منهج این فرقه را قبول نکرد این را دشمن می حسابند که اینها اهل بدعتند و اونها دور از سنت و فهم سنتند و اونها دوست می دارند کسانی را که منهج اینها را دوست داشته باشد گرچنده که مخالف سنت باشد و بعد می بینند کسانی را که مخالف منهجشان باشد گرچنده که به سنت این انسان ها نزدیک باشد. این انسانی که مخالف اونها می برد گرچنده که از اهل سنت باشد نزدیکتر از اونها دیده نزدیکتر به سنت باشد اونها بد می بینند چرا که به منهج اونها مخالف برآمده است که امروز این چنین جماعت ها مشاهده کرده می شود. پس از اینها هم پرهیز خواهیم کرد. با همین مسئله بدعت را مختصرا به پایان رسانیدیم. ان شاء الله در حلقه های آینده باز به موضوع خود که سیره رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است باز خواهیم گشت و مسائل نبوت را به شما بیان خواهیم کرد. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك برحمتك يا ارحم الراحمين.